توی ویدیو قبلی در مورد تنظیمات سایت در المنتور به توضیح دادم، اما توی این ویدیو میخوام در مورد تنظیمات صفحه باهات صحبت کنم. تنظیمات صفحه در المنتور فرقش با تنظیمات سایت اینه که هر چیزی توش اعمال کنی، مثلا پس زمینه، فونت ها، رنگ ها، فقط برای همون صفحه‌ای که داری براش تعریف میکنی اعمال میشه. و ما چند تا کار خفن هم باهاش تو این ویدیو میکنیم، پس این ویدیو رو از دست نده که خیلی برات واجبه. سلام به تنظیمات صفحه در المنتور، خیلی خوش اومدید. تو این جلسه میخوایم بریم تنظیمات صفحه رو با هم بررسی کنیم. واسه همین یکی از صفحاتی که در جلسات قبل ساخته بودم، مثلا صفحه اصلی رو، ویرایش با المنتور رو روش کلیک میکنم. این بالا تو نوار مشکی بالا یه گزینه داریم به اسم تنظیمات صفحه که اگه روش کلیک کنیم تنظیمات مربوط به این صفحه یا این برگه برامون باز میشه. ما قبلا تنظیمات سایت رو با هم بررسی کرده بودیم، اما فرق این با اینکه یکم شبیه هم هستن چیه؟ ببینید تنظیمات سایت رو کل سایت شما اعمال میشه. یعنی اگه شما تو تنظیمات سایت بیای پس زمینه سایت رو قرمز کنی، همه سایتت پس زمینش قرمز میشه. اما اگر تو تنظیمات صفحه این کار رو انجام بدی، فقط رو همین صفحه اعمال میشه. هر تغییراتی بدید فقط رو همین صفحه اعمال میشه. خب این از این. بذارید فقط من یک لحظه برم توی وردپرسم. یک کاری داشتم، میخوام همین صفحه اصلی رو به صورت عادی هم رو ویرایش عادیشم کلیک کنم که ویرایش المنتوریش برام باز بشه. میخوام اینو بهتون بگم بچه ها، هر تنظیمی اینجا سمت چپ میبینید یا اینا همشون داخل این بخش تنظیمات صفحه براتون وجود داره. یعنی عنوان رو میخوای عوض کنی، از اینجا میتونی عنوان رو که اینجا هست تغییر بدی. یعنی اگه من اینو به جای صفحه اصلی بنویسم خانه و انتشار رو بزنم و این صفحه رو رفرش کنم، دقیقاً این صفحه به جای صفحه اصلی میشه خانه، به همین راحتی. یا تنظیمات دیگه ای که داره دقیقاً همه اینجا هستن. خب این تنظیمات اینجا اضافه شده که دم دستی تر باشه، نیاز نباشه برای تنظیمات صفحه ما بریم وردپرس و توی وردپرس ویرایش کنیم. خب مثلا وضعیت رو شما به جای منتشر شده میتونی بذاری روی پیشنویس که بقیه نتونن این صفحه رو ببینن، افراد مهمان نتونن صفحه رو ببینن، فقط مدیرا بتونن ببینن که من نیازی ندارم. بخش چکیده رو داریم که معمولاً چکیده برای برگه های سایتمون استفاده نمیشه، برای نوشته ها استفاده میشه، برای پست‌های وبلاگی استفاده میشه. همچنین تصویر شاخص هم برای برگه ها معمولاً استفاده نمیشه و چون من الان توی در واقع ویرایشگر المنتورم دارم صفحه اصلیم که یک برگه هست رو ویرایش میکنم، پس من کاری به چکیده و تصویر شاخص ندارم. اجازه دادن به نظرات به برگه شما اجازه میده که دیگران روش نظر ثبت کنن که باز توی برگه ها کاربردی نداره، مگر اینکه مثلا یک صفحه خدماتی داشته باشی، مثل صفحه خدمات مثلا تعمیرات تلویزیون، و بخوای که دیگران بتونن رو اون صفحه نظر ارسال کنن. در غیر این صورت من تا حالا نشده بخوام چکیده تصویر شاخص یا نظرات رو به برگه هام اضافه کنم. بخش مخفی سازی عنوان که جلسات قبل بهتون یه توضیح خلاصه‌ای دادم، ببینید اگه این تیکشو من بر ندارم، بذار صفحه رو یه بار انتشار بدم و صفحه رو رفرش کنم تا بهتون نشون بدم. ببینید این خانه میبینید اینجا میاد. اگه میخواید که به صورت پیش‌فرض همین اینجا میاد ها، یعنی اگر شما داری یه برگه جدید میسازی و میری توی المنتور، احتمال 99% اینو میبینی. حالا اگه میخوای اینو نبینی، بعد بیای تو تنظیمات صفحه از اینجا و اینجا مخفی سازی رو بزنی. به همین راحتی دیگه شما اون عنوان رو اونجا نخواهید دید. بسیار عالی. خب یه بخش دیگه داریم اینجا به اسم طرح‌بندی. طرح‌بندی رو که باز کنید با 4 تا آپشن مواجه میشید. پیش‌فرض که پیش‌فرض همون تمام عرض المنتوره، یعنی این و این یکسان هستن. یه بخش کنوس المنتور داریم که میشه همون بوم المنتور. این چیه؟ این باعث میشه که شما هدر و فوتر رو به هیچ عنوان تو این صفحه نبینید. ببینید الان اگه من اینو انتشار بزنم، این قبل از انتشار دیگه، درسته هدرمون هست و فوترمون هستش، هر دوتا هستن. اگر صفحه رو الان رفرش کنم، دیگه نه هدرمون هست نه فوترمون. حالا این کجا به درد میخوره؟ دلیل مدیا رو یادتونه
ما یه صفحه داشتیم، صفحه ورود ثبت نام بود دیگه. بذارید من از اینجا خروج بدم و برگردم به سایتم. صفحه ورود ثبت نام من رو اگر ببینید، برعکس بقیه صفحه سایتم اصلا نه هدر داره نه فوتر داره. اینو دقیقاً با همین آپشن ساختم. اومدم تو تنظیمات صفحه، طرح بندی صفحه‌مو گذاشتم رو کنوس. حالا تمام عرض چیه؟ دقیقاً همون حالت پیش‌فرض خود المنتور، هیچ فرقی نداره. یعنی شما چه بذارید رو پیش‌فرض چه بذارید رو تمام عرض المنتور یکیه. پوسته هم که بر اساس پوسته‌ای که همین الان روش در واقع نصب کردید میاد تصمیم میگیره چی و صفحه رو مثلا قالبش یا طرح بندیش رو چی قرار بده، که حقیقتا من تا حالا از بخش پوسته استفاده نکردم. معمولا یا میذارم رو حالت کنواس المنتور یا میذارم رو پیش‌فرض یا تمام عرض المنتور. یکی از این سه تا رو معمولا من انتخاب میکنم. دوباره برمیگردیم به تنظیمات صفحه، میریم به بخش استایل. اینجا میتونی صرفا به این صفحه یه پس زمینه بدی، دقیقا مثل ورود ثبت نام دلیر مدیا. ببین من صفحه خود سایتم بک‌گراندش سفیده، اما اینجا توسیه، شاید حالا نتونید دقیق ببینید خب، ولی اینو با این ساختم دیگه. اومدم یه پس زمینه دادم و یه تصویر دادم به صفحه ورود ثبت نامم مثلا. خب شما میتونی صرفا برای این صفحه یه تصویر در نظر بگیری که هر کس اومد توی این صفحه یه تصویری رو ببینه. خب که حالا من اینجا فعلا عکسی برگزاری نکردم. بذارید یک پرونده رو انتخاب کنم، مثلا این، و این که آپلود میشه رو گزینش که بزنید دیگه از این به بعد پس زمینه این صفحه رو این شکلی میبینن بقیه، اما بقیه سایتتون نه ها، فقط همین صفحه. خاصیت تنظیمات صفحه همینه دیگه. اینو من فعلا حذفش میکنم. در مورد فضای خارجی و داخلی هم جلسات قبلی بهتون توضیح دادم. فضای خارجی در واقع فاصله از بیرون رو مشخص میکنه، یعنی اگه من بزنم 100 فاصله از بیرون، فضای داخلی هم فاصله از داخل رو مشخص میکنه. خب که اینا رو در جلسات قبلی بهتون توضیح دادم. و تب پیشرفته هم بخش بسیار مهمش اینجاست که از ما کد CSS دریافت میکنه. ما میتونیم اینجا کدای اختصاصی خودمون رو وارد کنیم و این فوق العاده است. یعنی ما تو سرفصلی که مربوط به کد نویسی میشه با این بخش پیشرفتهش زیاد کار داریم، اما فعلا نه با این کاستوم CSS کار داریم نه با اسنپ اسکرول. در واقع این اسکرول اسنپ هم وقتی به کار میاد که ما وارد سطح پیشرفته شده باشیم و محتوایی روی صفحمون در واقع وجود داشته باشه. اما تو این جلسه به صورت کلی با این بخش تنظیمات صفحه کار کردیم. یه نکته هم بخوام من اضافه کنم، ببینید بچه، هر چیزی که اینجا اضافه بشه، مثلا فرض کنید شما یک افزونه SEO به سایتتون اضافه میکنید، یه افزونه SEO رو روی سایتتون نصب میکنید. خب بذار من برم تو افزونه ها همین الان این کار رو انجام بدم، چون این موضوع خیلی مهمه، شما باید اینو بدونید. مثلا افزونه SEO رو روی سایتم نصبش میکنم و فعالش میکنم. منتظر میمونم تا دکمه فعال هم بیاد تا فعالش کنم. اینم از اینم فعال سازی. الان من یه افزونه SEO برای خودم نصب کردم، درست؟ پس یعنی باید توی این صفحه ویرایش برگه خانه تنظیمات SEO هم اینجا اضافه شده باشه. خب حالا دقیقاً همین تنظیمات اینجا هم بچه ها اضافه شده. یعنی من صفحه المنتور رو هم رفرش کنم برم تو تنظیمات صفحه، اتفاقی که میفته یه تب اضافه میشه SEO. یعنی هر امکانی که اینجا به این صفحه شما اضافه کنید اینجا هم خواهید دید و واسه همینه که انقدر این بخش تنظیمات صفحه مهمه که براش ویدیوی جداگانه ساختم. تو جلسه بعدی منتظرتون هستم. فعلا این ویدیو قسمتی از دوره کامل آموزش المنتور دلیر مدیا هست که لینک دوره کامل رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون قرار میدم که بتونید همه قسمت ها رو ببینید، پروژه عملی رایگان رو هم انجام بدید و دستتون توی المنتور کامل راه بیفته. و اگر میخواید طراحی سایت رو حرفه‌ای و کامل یاد بگیرید، میتونید توی دوره ستارگان وب شرکت کنید. لینک دوره جامعمون هم توی دیسکریپشن براتون قرار میدم. توی جلسه بعدی منتظرتون هستم.